عین حال ما در بیمارخانه سمره در دیتسکی больница قرار داریم. ما در اینجا راستی یگان کس نمیشناسیم و با امر تقدیر امروز فرزند ما بیمار است. ما با کمک نیاز داریم. برای فرزند ما، برای پسر ما جراحی در کار است و پول جراحی را دکترها 650,000 گفتند. ما قوی جمع کردن این سوم نداریم. از همه شما احترام خواهش میکنم. از شما اگر ذره توانید کمک خود را برای پسر من در اعلام دارید و همه شما دعاگو میشیم. اولا از خدا و بعدا امید به شما داریم. از همه شما خواهش میکنم یک بار دیگر التماس در این ملک غریب در حالت وضعی ما را یادم چین. دعاگوی شما میشم همه وقت. یادم کنین تو که فرزند ما لایق جان ما شفا بیاوه. ای همتان احترام و خواهش میکنم. سلام علیکم برادرای عزیز، سلام علیکم به کل مردم مسلمان. از همتان خواهش برادرای عزیز خاص به خاطر الله چند قمتونین به نهایت مهمه برادرای عزیز. لایق جان دو ماهایی که شما اول نوار شماندم دیدین 650,000 در کار دست برادرای عزیز. پدرش خیلی خش توار از این طرف او طرف جمع کردگیان 200,000 جمع کردگیان 450,000 دیگه در کار برادر عزیز. پروک سرت میگن دلش برای اپراسیون کردن برادر عزیز. در اوجا یگان شخصیت انا چخیلی که نو احمد جانی را که من رفتم همین یگان فقط مادر ایجاب و فقط مادرش موندی همه سیانگا کنه اتاق مادرش فقط میدره یا بار میبینه میبره دیگه خیلی ممکن نیست. به خاطر الله برادر عزیز همین لایق جانی دماها را همه کسا به خاطر خدا برادر عزیز دستگیری میکنیم. باور که او چشم مادر رو دیدین چه قدر مادر در سه ویدیو رو کردگن. انشالله ما تو خیلی چند میگذارم چند که جمع شی بود این بارا میمونم که همین سومی در کوری شما جمع شد. خاص به خاطر الله برادرای عزیز چند قمتونین از شما کسایی که مقصد نمیتونین میدونم که میبینین که مقصد سوم ندارین برادر عزیز. به خاطر الله هم ویدیو رو بجقین لایک بجقین پدلیت سرچ کنین تا یک برادرای خیرخواه ببینین از شما یگون چی نمیرود بجق پدلیت سرچ که در واتساپ دیگر رو گروه پدارین یگون چی دارین. با خاطر خدا روی کنیم برادر شاید که یگان برادر خیرخواه میبیند همین برادرها را مقصد کمک میکند. حتی پدرش نمونه فقط مادرش میتونه در روز دو بار ببینه. چه زبربانک هم جمعی برای زبربانک که برادر خودش هسته انا نمره برادر زنگ بزنید برادر به خاطر الله یاردم کنین. به نهایت مهمه باورم کنین به نهایت مهمه. این بیمار در شهر سمر است. به خاطر الله برادری که در شهر سمر باشین یک جایش ده برادر دستگیری کنین برادرای عزیز. همین پدرش با پیش بیاین ببینین در بری پدرش راست شین. خاص به خاطر الله خداوند یار و مددگارتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.